بله، درست میگید. من مدتیه که هیچ واکنشی ندارم. به قول رفیقم جهانگیر، نمیبینیم، شاید چون دود داره. اما نه، واقعا این نیست. شاید برای اونها درست باشه، اما برای من واقعیت اینه که من تسلیمم. من یک بازنده کامل، من یک لوزر. داستان من مثل داستان قربانی تو کشتارگاهه. قربانی اول دست و پا میزنه، مقاومت میکنه، فریاد میزنه، میجنگه، اما شاید چند تای اول تا میانهای صف اینطور باشه و وسطی ها نهایتا اشکی و آهی و ما هم که ته صفیم فقط نظاره. نهایتا با پای خودمون به مسلخ میریم و سر رو تخته میذاریم تا سلاخ کار رو تموم کنه. آره، واقعیت اینه که منم سر شدم و دلیل اینکه هیچ واکنشی ندارم اینه. و حقیقت اینه که من کاملا ناامید، دل شکسته و یک بازنده کاملم. من دیگه بریدم و فکر کنم حالا هدف بازی هم همین بوده. اونا موفق شدن، خب منم باختم و پذیرفتم که باختم. فقط منتظرم که ببینم کی نوبت هم میشه که برم سر صف. و تو این شهری که معلوم نیست، تو این زندگی که معلوم نیست، بازی رو تموم کنیم.